بسیاری مردم حتی معنای نماز خود را نمیفهمند. سوره قرآن شریف خصوصا وقتی که نمیفهمیم چی رقم ما میتونیم که از خود دفاع کنیم اگه چیزا رو یاد نداشته باشیم. فقط مثل یک سلا پیشتان ماندگی است، نمیفهمیم چی رقم استفادهش کنیم. اگه دوز دشمن بیا چی میکنی که دوز سلا بیفایده است. این دعای است اگه این تکنیک های است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما شما نشان داده بود، یاد داده بود، خودشان همین کارا رو میکردن، خدا پرتک میکردن. حتی وقتی که از خانه میبرامدن چی رقم، وقتی خانه میامدن چی رقم، این کلش یک پرتکشن است. شما متاسفانه خواستیم باید it's time to wake up، باید بیدار شوید. میدی راه حل حسادت چیست؟ راه حل به حسادت وقتی منفقت دیگران را میبینید بگوید ماشاءالله یا تبارک الله، روی نعمت های خود تمرکز کنید و شکرگزار باشید. سبحان الله. صدقه بدهید، زیرا صدقه دل را پاک میکند. مثال سومش غم و اضطراب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند ای الله به تو پناه میبرم از غم و اندوه و از ناتوانی و تنبلی و از بزدلی و بخل و از چیره شدن قرض و تسلط مردم بر من. سبحان الله. اگر فکر کنید نمی خود دعا امی هر لغاتش که ببینید نمی کل زندگی ما شما را در بر میگیره. ما شما میشید این پرابلم هستیم. غم اندوه هستید در دنیا، ناتوانی و تنبلی هستید در دنیا، بزدلی هستید، بخل هستید، قرض و قرضداری هستید. سبحان الله. زور و زوربازی هستید. سکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعا میکنه اون میبره بیرون میبره.